به سالهای پیشتر خوبتر شد، چون که از 14 ینور وقتی که محدودیت برق رو گرفتیم، تامینات برق در دهات جمهوری تاجیکستان نسبتاً خوبتر و بهتر شد. این نتیجه ها هست که اگر دقت کردگی باشید در این سال اول 9 میلیارد 142 میلیون کیلووات ساعت برق، تقریباً 480 میلیون کیلووات ساعت نسبت به سالهای پیشتر برق زیادتر استحصال کرده شده است. این معنی آن را دارد که این بانک را در ماه ینور فوریه در وقتی که محدودیت استفاده برق برداشته شد، اهالی زیادتر برق استفاده بردند. ما این سال من موافق سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامزاده رحمان تمام کوشش‌ها را با اون نموده ایستاده‌ایم که تامینات برق در جمهوری در زمستان سال‌های 2017-2018 بهتر شود. اگر به فاکتور رقم‌ها دقت کنید، سال گذشته ما در ماه اکتبر اگریگات یکم مرکز برق گرمایی دوشنبه 2 را با توانایی 150 مگاوات به کار درآوردیم و اگریگات دوم آن با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اول ماه دکبر به استفاده داده شد، یعنی که در ماه دکبر ما 300 مگاوات توانایی نو رو گرفتیم. موافق سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تمام چهره‌ها را این دیده ایستادند، هم رابطه وزارت انرژی تمام استروکتورهایی که وابسته کرده شده است و تامینات رابطه شهر دوشنبه، تمام استروکتورهایی که در شهر دوشنبه هست برای بسیارتر پیوست نمودن خانه‌های شهر دوشنبه و نقطه‌های گرمی‌دهی و مرکز برقراری دوشنبه 2 و 1. مقصد از اون است که اگر امکانیت پیدا شود این سال تامینات گرمی رو ما از وقتی که فنوکی‌های ماه اکتبر سر می‌شود، از نیمه ماه اکتبر یا که از اول ماه نوامبر گرمی رو به شهر دوشنبه تامین نماییم و مرکز برق گرمی دوشنبه 2 رو با توانایی 400 مگاوات از اول‌های ماه نوامبر پورا به کار درآوریم. وابسته از باد هوا و تامینات آب در نیروهای برقی آبی می‌رود. این معنی او را دارد که ما می‌توانیم یک ماه بروقتر تامینات برق را از سوی مرکز برق گرمی دوشنبه 2 تامین نماییم و این امکانیت می‌دهد که بسیارتر برق استحصال نماییم و اهالی شهر هم با برق و گرمی تامین نماییم. این از سوی این قسمی برق یعنی که صرفه می‌شود و این برق صرفه را ما به دهات جمهوری تاجیکستان روانه نمودنی هستیم و موافق سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامزاده رحمان این سال امکانیت پیدا شود، یعنی معیار تامینات برق رو، یعنی معیار محدودیت رو از نسبت سال گذشته باز هم کمتر نمود. این سپارش وزارت انرژی و دیگر وزارت اداره‌های به این مشروع دخل دارد گرفتند و ما در این سمت کار کرده ایستاده‌ایم. موافق سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان 1,080,000 تن انگشت برای مرکز برقراری دوشنبه 2 و دلکوی شرقی و غربی این سال ما باید تامین نماییم. این یکی از پروژه‌های اساسی که برای بهتر نمودن تامینات برق در زمستان این سال ما باید کامل داریم که وابسته از باد و هوا اینش هم وابستگی دارد. این سال تامینات برق در جمهوری در شهر دوشنبه بهتر و خوبتر خواهد شد.